کمپیر جان یوبیلیمون مبارک باشد. کمپیر جان یوبیلیمون مبارک باشد. کمپیر جان یوبیلیمون مبارک باشد. تو در فکری بایخانی، ما در فکری مهمونا. ما همین رو فکر کردیم چون این دفعه با بای خونده شما تو رقص نکردازی. ای مصطفی لبای ما همین تو رو گفتم که ها بیا همین در بالای همین منجاق ما ها یا جا تشکیل کنیم، همین جدا همین خش توره همین نزدیک خمون همین یگان تو رو فایرا کنیم. گفتم همین جاگ ده بشینه روز یوبیلیمون. روز 50 سالگی یوبیلیمون. نه نه انا تو باشه رفتی چی کار کردی؟ سازی روزی تویمون کردم. رفتی ای بازار استول خریدی آوردی؟ ها ها خریدی آوردی. ها انا که ما روی خطی انا مو مهمونای تو رو دیدم ها 49 تا آدم تا دعوت کردگی باید همش بیاین. بله ها همش میاین. 49 آدم میاین، خودت 50 مقتی 51 آدم. درست درست. درست. نه که تو چند تا استال خریدگی؟ 50 تا. انا که 50 تا نشوه که ما 50 تیور دادرنی خانه جا کنم تاری استول دو 51 میوری بیارم در ای بالای ای بشنانم. انا که چی کار میکنه مصطفی؟ نه درست نه توگوری نه درست شده. اینو مصفید شدم چی بلا پرابلم انا می یه ستول درفته سه مصطفی. همین پرابلم یک استولای. ها یک پرابلم. آدم ده جان نیست کجا تو میشینه وای نکن. از نشید پرابلم یک جای شیشت. ها نه درست نه توگوری شده. ما نه فهمیدم که مصفید شده بودم. چرا دیگه خطا میکنی بو؟ از نشید یک کس ده جون نمیرسه. ها واقعی مصطفی. نه درست نه درست یک کس به جو میمونه. انا که چه میکنه مکه؟ کمپیر جان حالا بای یافتم. ها چیکار میکنی؟ تا مرکی یوبیلیمون تمام شده نه تو برو در خانه همسایه بست. علیکم بیو های جای خوبای ده. نه کمپیر جان تو سواد نگی. نه همین سواد حالا همین سواد آخی با ما در چی میگیرم آخی ما سواد نگیرم؟ همونجا دو تا آو دسته بگی که آیاد من نرویا. مصطفی آخی آو با برامدن ده میگیره. یکی تو برامدن منو تمام میشه. بگی دو تا دسته بگی دو تا در دست بگی ها. گرفتی بیا آمدن آخی بیا همه جدا مالم شان آخی. یکی یکون کس میگیره میره با خود منده نمیرسه. بیا آخی همه سوداگرم میگم که همه ایمای آخی. ندی وای بیچاره هوشش در کجا کی میدونه کی آو گرفته کی نون. بیا ایزو بیا حالا آمدن گیر شام گرفتیم هر دو منده میرسه. سگوشانی ملکا بگیره مصطفی. او در زمین نمونو وای کمپیر جون. آخه ای در کاره کو. خشید آقا معلف چی من نگفته زمین میگیری اینه. آخه یک کلانتر شو نگرفتی مصطفی. ای وای کمپیر جون حالا این با برداشته تونیستن در کار برای همین توقت ولی اوسو نگاه نکن. کپچوک بگی مصطفی کپچوک. ای وای کمپیر جون تو مره نگاه کن آخه. آخه بین اینجا بیا او در زمین نمون بیا همیشه که چه بوده اینو میگیرم آخه اینه چه اینه گرفته. آخه کلانتر شو نگرفتی آخه. ای وای کمپیر جون تو ایسو نگاه کن ولی هرچی بسیار رایج ده. ولی تو مره نگاه کن ولی ولی هست جده و اینه بگو چوی عیادت برو یک تش بس یک تش بس لبایی بیا میگم کمپیر جون تو بیا خب تو مره نگاه کن همین تموم حیات یگم بر ما سخنی شما رو شکستم. نه شد تمام دانکی ما حاضرم سخنت نمیشکنم. ما ده باور که طرفی من نگاه کن آمدنگی مثل انا کمپیر جون نمی گرفتن در کار برای
کامپیر مسافت زب مال خوبه نو خایده قرط میکنی فرو میبری نه بیا آمدنگی مصطفی لبه میگم بیا ای همین شیرو هم یا تو بگیرم نویره ده همو ها نه یه چوا اوه نویره دندون برورک شده این روز فقط دندون میروره بشینه قطعمون ای طبق شکراو بخوره خیلی نیوان که برای موسیفید کمپیری چیو ای بای پیش ایسو بگذارک یا رفتی آخی حالی در او جو وای شو گرفتگی انا همیشه حسو کن انا همیشه حسو کن خیلی ایشم حسو کن انا همیشه حسو کن خیلی یوشکی یو در کار نیستن یو چه خیلی در کار نیسته آوای سگوشانی ملکا در کاره کو اکا حالیم گفته کی من چه همیشه حسو کن بریم بیا خیلی آواش هم ساکن یه آوا حاضرم در دستن آخی باید کجا کنم ایورا بر جاشون دمو بده بر در جاشون چون ایورا نمیگیره نه چی کار میکنی خب ما نداریم با ایورا اگه نه چی در دستی ما دادی ای باری وزبین ما اسپیسال نه در دستی تو دادم که دستات زینید شوا برای چی اکه؟ کمپیر جان آخه اگر این دستای تو زینید نباشه کو تو همین مگزین در همین سوادچه ها که ما بار میکنی راستی رو نبود هیچ زوال به جهان راستی رو نبود هیچ زوال به جهان سر اگر خشک شود باز عصا می گردد سر اگر خشک شود باز عصا می گردد چند خواهی چند چرا دیدی چرا دیدی همه کشتی راخی؟ کشتی همین کشتی که در روی او میگردن بردم میگردن او اکا اون کشتی تو دیدی که چند آدم میگنجی دینا دو تا یا تایس میشین یا تایسو دو کس اوه من کشتی رو دیدم که میلیون آدم میگنجن کشتی رو دیدم که میلیون آدم میگنجن هم خیلی کشتی هم بودای بابی؟ بود هست خیلی کو بود تیتانیک نام داره تیتانیک فهمیدگی فهمیدگی یاخی انا دیدی فهمیدگی یا کشتی کلونه که چنی چند خونه میلیون آدم دروش میدره برو روی او میره انا همی خیلی کشتی را انا جورب انا که نقلشم کنم نقل من وقتی همی یکم برام کشتی تیتانیک دیدم خب همی گفتم که بچه اینا همین راست دیگه من در حیاتم دروغ گفتگی نیستم این همین کشتی حالی میشکنه در بحر غرق میشه هیچ که باور نکرد یا بار بری آدم جان کنه این خواب که گفتن خواب بایدم خواب کردم شیشتم با دیگه دیل طاقت نکرد جورا با ایجام راست خستم گفتم ای مردم یا قسمش قریب 100-200 نفر ها گفتن این همین کشتی معلومه که حالی میشکنه دو بولاک میشه در بحر غرق میشه هیچ تو گوش نکرد ای کش گوش کردن جنجال کردن بهشی گفتن قرار بس گفتن خواب که دم تبگی گفتن نفسی خنک نکا خواب کردم یادم شیشتم دیگه دیل طاقت نکرد اکه آدمی که دیل گواهی میتیاده دیگه اکه دیگه ایلاج نشده این جام خستم گفتم ای مردم همه طرفی من نگاه کنه همه یک تنو مونده طرفی من نگاه کنه نگاه کردم گفتم گوش کنه نه این همه کشتی حالی میشکنه دو بولاک میشه در بحر غرق میشه بچه خیلی شید همیشه شکست دو بولاک شید آدم ها غرق شیدن اکه بعد دیگه جنگ و جنجال شد مرا برآوردن اگه جو ای کشتی نه ای کجا اگه نه ای کینو تئاتر